شما هر روز 960 دقیقه بیدار هستید. به ناچار برخی از این لحظات دشوار و دردناک و استرس‌زا هستن و توانایی اینو دارن که کل روز شما رو خراب بکنن. من به این لحظات میگم لحظات چالش انگیز، دقایق قرمز. اگه یه قدم به عقب برگردید، میبینید که این لحظات ناچیز و گذرا هستن. بستگی به طرز فکر شما داره که باهاش کنار بیاین حلش کنید یا بذارین کل روز شما رو درگیر کنه. یه صبح چالش انگیز توی خونتون، یه دونه تماس تلفنی ناخوشایند، ما میتونیم اجازه بدیم باقی مانده روزمون رو تحت تاثیر قرار بده. انجام دادن این کار طبیعیه، چون مغز تمایل یک طرفه به سوی منفی بودن رو داره و ما رو نسبت به این تجربه ها واکنشی تر میکنه. حالا من میخوام بهتون یاد بدم دفعه بعدی که با این شرایط سخت روبرو شدید چی کار کنید. باید به خودتون بگین من اعتراف میکنم تو این شرایط سخت گیر کردم، میدونم الان سخته، ولی میخوام متوقفش کنم، اصلاحش کنم، حلش کنم، حال خودم رو خوب بکنم. این بزرگترین تفاوتیه که ایجاد میکنه. هدف ما این نیست که زندگی بدون چالش و لحظات دشوار رو داشته باشیم. هدفمون اینه که ارتباطمون با این لحظات رو تغییر بدیم و حال خودمون رو خوب بکنیم.